آنچه که شما میتونید در این منطقه داشته باشید. بیایم این بر. ببخشید اسپانیایی میشه و گوگل نو اتومات نمیکنه. مای پروفایل چیه؟ مای لایبرری چیه؟ من رو مای پروفایل راست کلیک میکنم. این پروفایل منه. من 4 تا مقاله در دوران ارشد نوشتم و یه دونه مقاله در حال حاضر در سال اول دکترا نوشتم. خب چیزی که شما میبینید سالشه، تعداد دفعاتی که بهش سایت خورده شده. مثلا مقاله امارای من 32 بار بهش سایت خورده شده. مقاله فایرفلای من 2 بار بهش سایت خورده شده. و مثلا مقاله سیگنال پروسسینگ جنسیس من 1 بار بهش سایت خورده شده. و خب این مقاله هم که فارسی بوده که طبیعتا سایت و اینا نمیخوره. میاد این مقاله که خب اخیراً چه میدونم شاید 3-4 روز پیش پابلیش شد و حالا این قرمزه به خاطر اینکه تحت فاند اروپا و باید بررسی بشه و آزاد بشه و به صورت پابلیک در اختیار قرار گرفته بشه. خب و حالا جایی که تعداد مقالات من بیشتر بود، شما میتونید شما رو بزنید، تعداد آیتم های بیشتری رو ببینید. اینجا اسممه، پیشمه، خورده نانی دارم، ذره هوشی. اینجا علاقه مندی هام رو اینجا نوشتم. بعد اومدم اینجا این آدر به خاطر ترنسلیشن اینجا تعداد سایت هاست که 35 بار مقالات من از سال دو دسته یعنی 2017 من از اسپانیایی هم دارم بهتون یاد میدم، یعنی از سال 2017 مقالات من اولین مقاله من اومده داره اعلام میکنه یا از سال 2017 35 بار مال من اولش 2019 ولی اون اومد حساب کرده گفته از 2017 35 بار مقالات من سایت خورده شده. اچ ایندکس من رو آورده نشونه در 10 بار رو داره نمایش میده. اینجا یه نمودار داره میگه سال 2019 6 بار، سال 2020 تقریبا 10 بار، 2021 12 بار، 2022 7-8 بار بهش اشاره شده. و یه دیگه اوورویو خوبی از توانایی و حالا نحوه مقاله نویسی نشون میده. نشون میده که چقدر یه نفر توی چه زمینه قدرت بیشتری داره. میاد پایین نشون میده که من با چه کسایی تا حالا مقاله نوشتم. کوادور هستش که اینجا دکتر حمیدرضا شاهروز دوستی هستن که من همیشه میگم مدیون ایشونم، استاد راهنمای من در دوران ارشد هستن دانشگاه صنعتی همدان و خب برادرام هستن، ایشونم دکترای برق. دکتر موسوی، پروفسور موسوی هستن دانشگاه علم و صنعت تهران و خب اساتید سوپروایزر خودم در دانشگاه پلی‌تکنیک والنسیا و دانشگاه استاوانگر و البته دکتر خاویر الیور مور. پس اینجا شما میتونید نگاه بکنید که این آدم با چه افرادی مقاله مشترک داره و میتونید نسبت بهش اطلاعات خوبی رو به دست بیارید. مثلا بیایم مقالات والری رو ببینیم. شما میتونید به والری دسترسی پیدا کنید، مقالاتش رو ببینید. مثلا انیو یعنی سال، نشون میده مثلا درس مقاله داره در سال 2013 240 بار بهش سایت خورده شده. اینجا داره نشون میده سایتیشن این استاد 2633 است. البته نصفش سایتیشن خودمونه ها، خودمون مقالات خودمون ارجاع میدیم، ولی سایتیشن بالایی داره با تجربه که خب تعداد دانشجوی بالایی هم داره. در پروژه ما 12 دانشجوی پی اچ دی هستیم که هر کدوممون کوچکترین مقاله بنویسیم اسمش توی اسم این استاد در اون مقاله ذکر میشه و این استاد با اساتید دیگه‌ای در ارتباطه، در نروژ، در گرانادا، در آمریکا، در آلمان، سرتاسر در آمستردام، هلند، همه اینا در ارتباطه و هر کدوم از اونها بخوان کوچکترین کاری رو انجام بدن اسمش میذارن توی سایتیشنش، اسمش میذارن و اسم مقاله‌ش رو، یه مقاله رو بهش سایت میزنن. در این چیز سایتیشنش خیلی بالاه. شما میتونید تعداد بیشتری از مقالاتش رو ببینید. میتونید با کلیک بر روی سال
اونو مرتب کنید به سالهایی که از 2022 شروع بشه. مثلا نگاه کنید در سال 2022 این همه مقاله نوشته شده. مثلا الان مقاله منه و نکته جالبی که وجود داره، حالا من الان همزمان با شما دیدم مقاله من 4 روز پیش پابلیش شد و جالبه که 1 2 3 4 5 تا مقاله دیگه در این فاصله. جالبه. و خب البته مقاله روثیو هم، این مقاله هم با مقاله من در یک کنفرانس به چاپ رسید. پس شما میتونید اطلاعات خوبی رو به دست بیارید در رابطه با افراد مختلف. برگردیم سر نمایه خودم. میخوام یه چیزی رو بهتون بگم. وقتی میایید توی بخش نمایه ها، شما میتونید اسم افراد رو سرچ بکنید. مثلا من اسم استادم رو سرچ میکنم. وقتی اسم افراد رو سرچ میکنید دیگه برای شما پروفایلش رو میاره و خب کاملا چشمگیره. یا مثلا حمیدرضا شاه دوستی، شما وقتی نگاه میکنین کاملا متوجه میشین این آدم، این استاد به چه مواردی علاقه داره، چه مقالاتی نوشته. و با چه اساتیدی کار کرده. پس اگر در نمایه، صفحه نمایه خودتون باشید و اسم افراد رو سرچ بکنید برای شما پروفایلش رو میاره. اگر در صفحه اولیه باشید و کلید واژه سرچ بکنید برای شما مقالات مرتبط رو میاره. حالا فرض بگیرید که شما یه مقاله رو دارید میخونید، مثلا همین مقاله اینجا، ببینیم که تکست رو نشون ما میده یا نه. حالا خیلی هم مهم نیست تکست رو نشون بده، در حد اینکه رفرنس ها رو به ما بده. خب من میام یه مقاله ای رو اینجا دانلود میکنم، شروع میکنم خوندن، حالا هر چیزی. یه دفعه میگم مثلا رفرنس شماره 46 میتونه اینترستینگ باشه، میام رفرنس 43 رو میگیرم، عنوانش رو، کلش رو، بخشی رو کپی میکنم، گویا خیلی مقاله خفنی هم نبوده، ولی حالا میام اینجا این مقاله رو به دست میارم، PDF رو میبینم. مقاله رو میخونم، میبینم این مقاله خیلی خفنه و خیلی خوشم آمده از این استاده. اسمشو برمیدارم، میام اینجا تو بخش نمایه سرچ میکنم. گوگل اسکولار داره. این آدم علاقه‌مندی‌هاش کامپیوتر ویژن و ماشین لرنینگه. سایتیشن خیلی زیادی هم داره. با این آدم ها هم کار میکنه. شما میتونید مثلا برید تو بخش هوم پیجش مقالاتش رو ببینید.
در مورد اطلاعات مختلفی رو بخونید. حالا نگاه کنید کانتکت داره، شما میتونید بهش ایمیل بزنید، میتونید سیویشو ببینید که این آدم کیه، چجوریه، اطلاعات خوبی رو در موردش به دست بیارید. پس از طریق گوگل اسکولار شما میتونید به خیلی چیزای دیگه مختلفی اطلاعات کسب بکنید. حالا من میخوام بیام عنوان این مقاله رو بردارم که این مقاله اینجا CNN Architecture خب این مقاله میاد، من میام نگاه میکنم ببینم اصلا این سایت نخورده، خیلی معتبر نیست، نمیتونم خیلی روش حساب بکنم. شما باید اگر این یه روش استفاده کردید لزوما درست نیست، بذار ببینم این از چه روش استفاده کرده. میام نگاه میکنم، میگم مثلا شما فرض کنید که اینجا داره در رابطه با یک کلاسیفایر صحبت میکنه. تو مقاله اول گفته تو مقاله اینجا از CNN استفاده کرده بلا بلا. خب میام نگاه میکنم ببینم این CNN که خیلی معتبر نیست، برم ببینم تو خود این مقاله به چی اشاره کرده، رفرنسش چی بوده. یعنی همینطوری زنجیروار که میخواین پیش برید، گوگل اسکولار میتونه اعتبار اون رو به شما نمایش بده، شما اثبات کنید که آیا باید اعتماد بکنید یا نه. بریم سراغ بحث بعدی در رابطه با کتابخونه های من. شما در بخش من حالا خیلی چیزی رو سیو نمی کنم چون اصولا اگر چیزی رو بخوام بخونم تو فولدرهای خودم دارم یا حالا روش خودم. شما میاد اینجا یه دونه بغل ستاره هست، نشونتون دادم، ستاره رو میزنید در کتابخونه شما ذخیره میشه. شما میتونید اینجا بیاین پوشه بندی بکنید. من اینو انگلیسی بکنم، ببخشید. میتونید بیاین پوشه بندی بکنید مثلا تو چه عنوانیه، تو چه دسته ای از مطالعاته و بعد اون رو ذخیره بکنید و در بخش مای لایبرری اون رو مطالعه بکنید. این شد مباحثی که شما تا اینجا نیاز داشتید در رابطه با گوگل اسکولار بدونید. برگردیم اینجا. به شما امکان ادوانس ریسرچ میده، به شما امکان بررسی های آماری میده که مثلا بیشتر مقالاتی که پابلیش شدن تو نیچر خیلی توجهات رو جلب میکنن، کدوم یکی از کنفرانس ها بهترن، کدوم یکی از مجلات بهترن. این تعداد مقالاتی که بیشتر سایت خورن در 5 سال گذشته به شما یه اعتبار سنجی میده، به شما یک امکانی رو میده واسه بررسی و تحلیل مجلات مختلف و ژورنال های مختلف و اینا رو نشون میده که آقا اینا مثلا پابلیک اکسس هن، چون میتونید دسترسی داشته باشید بهشون، چند درصد اویلیبلن. اگر بخواید آنالیز های آماری بکنید و حالا بررسی آماری رو مقالات داشته باشید، میتونید فایل CSV شو دانلود بکنید، فایل اکسل این اطلاعات رو دانلود بکنید. بیایم اینجا میگه که اگر آیتم جدیدی در پروفایل من اضافه شد اون رو به من ایمیل کن، به من اطلاع بده. اگر کسی به مقاله من اشاره کرد به من ایمیل بزنه. اگر کسی به این مقاله من اشاره کرد به من ایمیل بزنه. شما میتونید یک هشدار دیگه ای رو بسازید. حالا بریم تو صفحه اصلی خودمون، نمایه خودمون و ببینیم که چطوری میشه مقالات رو اینجا اضافه کرد. مقالات شما وقتی که یک مقاله رو پابلیش میکنید بعد یه مدتی به طور اتومات خود گوگل برای شما به گوگل اسکولار شما اضافه میکنه. اما اگر اضافه نکرد، خصوصا اگر مقاله شما فارسی بود، خودتون باید بیاین دستی این کار رو انجام بدید. حالا چطور این اتفاق میفته؟
شما در نظر بگیرید که یه مقاله ای دارید. این مقاله من انگلیسی کنم از دست این کروم. خب شما یه مقاله ای دارید، میخواین بیاین یک آیتمی رو منوئلی بهش اضافه بکنید، یعنی دستی اضافه بکنید. قبل از که بریم سراغ دستی اضافه کردن، ست پارتیکل آپدیت رو بزنید. ببین میگه چی؟ میگه که خب درست خدا شد دیگه، اتوماتیک اسپانیایی رو ترجمه میکنه. میگه که به صورت اتوماتیک، به صورت خودکار، یه لیست مقاله های من رو آپدیت بکن. هر مقاله‌ای که شما چاپ میکنید به اسم شما چاپ میشه، با اطلاعاتش که شما در گوگل اسکولار ذخیره کردید چاپ میشه. این مقاله به صورت خودکار بعد یکی دو روز، مثلا مقاله اخیر من مثلا هفته پیش، به طور مثال هفته پیش پابلیش شد، 3 روز بعدش در گوگل اسکولار شما میتونید ببینیدش. یه مدت زمان میبره تا موتور رو جستجو بتونید توی یک حجم بزرگی که اسم شما رو پیدا بکنه بلا بلا، برای شما مقالتون رو در گوگل اسکولار اضافه میکنه. پس خودش هم توصیه کرده، ریکامند کرده که شما اجازه بدید که لیست مقاله هایی که در پروفایل شما قرار ذخیره بشه که با نام شماست اتوماتیک باشه. تو قسمت هشدارها یادتونه براتون گفتم که بهتون ایمیل بزنه. بریم اینجا، ببین تو بخش هشدارها اینجوری بود که گفتیم که اگر، اینجا گفته که اگر مقاله جدیدی به پروفایل من اضافه شد به من ایمیل بزن. اگر مقاله به شما اضافه شد ولی شما نویسندش نبودید، باید خودتون اعلام بکنید بگین که من نویسنده این مقاله نیستم. خب پس این که قرارمون شد که اینو انتخاب بکنید که به صورت اتوماتیک برای شما آپدیت بکنه. گزینه بعد اینه که به طور اتومات آپدیتش نکن، اول به من ایمیل بزن، بذار من ریویوش کنم و بعد آپدیتش بکن. یعنی مثلا تایید بکنم که این مقاله منه. خیلی نمیدونم به چه درد شما میخوره، چون که برای ماهایی که خب مثلا میخوایم مقاله هایی رو بنویسیم، قطعاً این مقاله ها به اسم ما هستش و شما اون رو باید توی گوگل اسکولارتون بذارید. نمیدونم حالا چرا باید نخواین مقاله رو در گوگل اسکولار قرار بدید، ولی خب خوبه که ریویوش بکنید بعداً قرارش بدید. حالا سری تنظیمات میتونید بکنید و اینها و بعد آپدیت ستینگ رو میزنید. برگردیم عقب ببینیم که چگونه میتوان دستی یک مقاله رو اضافه کرد. اینترنت. خب سعی می‌کنم من ایگنور کنه. ببینید شما میتونید بگین که من دارم کنفرانس چاپ میکنم، یه فصل، یه کتاب، تز، هر چیزی که شما چاپ کردین. مثلا یه کنفرانس چاپ کردین، یه کنفرانس پیپر، میای تایتل اون مقاله‌ای که مثلا نوشتی رو مینویسی، مثلا رزیجوال بلاگ، کامیشن اوتو انکودر، CBIR، هر چیزی. من اینجا مینویسم اصلا CBIR. اسم نویسنده رو باید بنویسیم، مثلا مثل زهرا طباطبایی. بعد شما باید مثلا بگی که خب ترتیب نویسنده ها باید مطابق با ترتیبی باشه که شما توی مقاله نویسنده ها رو دارید. اگه مثلا اصغر اول، اکبر دوم، باید این ترتیب توی گوگل اسکولار هم رعایت بشه. بعد میاین تاریخ پابلیش شدن اون مقاله رو نویسید که در چه تاریخی مقاله شما پابلیش شده. پس تاریخ پابلیش مقالتون رو هم اینجا میتونید بذارید. نام کنفرانستون رو میتونید بذارید. شما هر اطلاعاتی که از اون مقاله‌ای که چاپ کردین رو اینجا میتونید وارد بکنید. یا مثلا اگر کتابی رو چاپ کردید یا اگر میخواین تزتون رو قرار بدید، خیلی تزشون رو قرار میدن و خب این خیلی نکته مهمیه، به خاطر اینکه اگر شما بخواید اپلای بگیرین یا مثلا بخواید شغلی رو پیدا بکنید، این تز میتونه یک کمکی برای اون استاد باشه. مثلا شما دکتراتون رو ایران خوندید، میخواین برای پستاک مهاجرت بکنید، خب اون تز دکترای شما، مخصوصا خب تز دکترا خیلی بیشتر تو چشه، اون تز دکترای شما جلب توجه میکنه و حالا ما که زبانمون زبان فارسیه و خیلی درکی ازش نخواهند داشت.
اما به تجربه دیدم که تصاویر، نمودارها و چیزهایی که استفاده کردیم میتونه توجهاتشون رو خیلی جلب بکنه و میتونن ازتون سوال بپرسن. مثلا موقعی که من میخواستم پذیرش بگیرم، یکی از چیزهایی که خب توی رزومه من بود دوره‌ها و وبینارهایی بود که برگزار میکردم، که من وبینارهای پردازش تصویر برگزار کردم، دیپ لرنینگ برگزار کردم، ماشین لرنینگ، این دانشگاه صنعتی همین، دانشگاه بوعلی، دانشگاه تهران، یعنی یکی اینا رو همه رو ذکر می‌کردم، یا مثلا وبینارهایی که با همین سایت GIRS همکاری کردیم نوشتم. و در نتیجه استاد راهنمای من ترغیب شد و از من پرسید، گفتش که خب اینا رو میشه منم ویدیوهاشو ببینم، نمونه‌هاشو داری؟ مثلا خب من ویدیوهاشو نشون دادم و از روی کدهایی که نوشته شده بود، از روی نمودارها و اشکالی که ترسیم شده بود، حالا من سعی میکنم اسلایدامو انگلیسی تشکیل بدم، ولی خب به هر حال این براش جذاب بود و خب من رو توی بخش آکادمی شرکت قرار داد که مثلا بخش آموزش شرکت باشه و من مسئولیت آموزش بخش از بچه‌ها رو بر عهده بگیرم، که میگم بچه‌ها خودشون متخصصای دیولپرن و اصلا یه چیزای خفنی هن. ولی خب مثلا خب از ایمیج پروسسینگ خبر ندارم. چیزی که میخوام عرض کنم خدمتتون اینه که حتی اگر تز شما فارسیه، یعنی میخوام بهتون میگم با وجود اینکه آموزش های من فارسی بود، یه همچین خروجی رو واسه من داشت. حتی اگر تز شما فارسیه حتما ذکرش بکنید اینجا، به خاطر اینکه نمودارهایی که استفاده میکنید، ساختار مرتبی که تز شما داره خیلی براشون مهمه. ببینن شما یه ساختار مرتبی داری، به پاراگراف بندی ها دقت میکنید، چون اصول مقاله نویسیه، اصول تز نویسیه برای بچه‌هایی که میخوان دکترا رو شروع کنن یا مثلا میخوان مقاله بنویسن در مقطع پستاک. بنابراین اطلاعات خوبی رو از شما بهشون میده، یه اوورویو دیگه. اونها سعی میکنند که هر اطلاعاتی که میشه از شما به دست آورده به دست بیارن. میان لینکدینتون رو چک میکنن، میان گوگل اسکولار رو چک میکنن، ببینن چقدر مقالاتتون معتبره. در نتیجه سعی کنید گوگل اسکولار خودتون رو بالا ببرید، شبیه خودتون باشه. پس ما تا اینجا یاد گرفتیم که شما چطوری میتونید به صورت دستی مقالات خودتون رو در گوگل اسکولار اضافه بکنید. نکته که وجود داره اینه که شما اگر به صورت دستی مقاله خودتون رو در گوگل اسکولار اضافه بکنید و بعد مثلا یه مدتی گوگل اسکولار مقاله شما رو پیدا بکنه، خودش اتوماتیک آپدیت میکنه. بیاییم ببینیم که وقتی مقاله رو قرار میده در خود گوگل اسکولار، مقاله شما رو در پروفایل شما قرار میده، چه اطلاعاتی رو در اختیارتون قرار میده. مثلا این مقاله، ببین نویسنده رو نوشته، اول که عنوانشه، بعد نویسنده است، بعد تاریخ پابلیش شدنشه، بعد کنفرانسشه، بعد یه دونه توضیحات از اون مقاله میذاره و اون توضیحات دقیقاً ابسترکت و خلاصه اون مقاله است. و بعد حالا اطلاعاتی که در مورد گوگل اسکولار و آرتیکل در اختیارتون قرار میده. من اینجا میتونم این مقاله رو ریموو بکنم، میتونم ادیتش بکنم. یه چیزی گوگل اسکولار گذاشته، من میتونم چیزی رو به آن اضافه یا کم بکنم. من توانایی تغییر دارم، اما میتونم ریمووش بکنم. نمیخوام این مقاله توی گوگل اسکولار من باشه، شما میتونید ریمووش بکنید. در نتیجه میتونی از این تو گزینه استفاده کنی. اما اگر به عنوان مخاطب وارد صفحه یک نفر بشی و مقالهش رو نگاه کنی، چه چیزی رو میبینی؟ بیایی من اینجا مثلا اسم اصلا سرچ میکنم که همین مقاله مشابه رو از صفحه اون ببینیم. بیایم اینجا، میبینی شما مقاله منو؟ سالش رو باید مرتب کنم، ایناش. ببین دیگه اینجا من امکان ادیت نمیده، اینجا دیگه من امکان ریموو نمیده، چون من مدیریت این صفحه رو در اختیار ندارم. روش کلیک میکنم ولی اطلاعات یکسانه. من برگردم عقب، ولی اطلاعات یکسانه. اسم مقاله، اسم نویسنده ها، تاریخ پابلیش، کنفرانس، صفحه چنده، ادیتورش کی بوده و الی آخر. خب بیایم روی اسم مقاله کلیک کنیم، میایم اینجا ابسترکت رو داریم، دعایش رو داریم، لوکیشنی که کنفرانس برگزار شده، پابلیشر رو می نویسیم، تاریخ کنفرانس رو داریم، تاریخی که اد شده رو داریم و حالا اینجا نگاه میکنیم که مثلا وقتی کلیک میکنیم اسم نویسندگان رو میاره که اطلاعاتی دیگه که در مورد من وجود داره رو اینجا ذکر میکنه.
اینجا اطلاعات مربوط به استاد راهنماهای من رو ذکر میکنه. پس اطلاعات مربوط به نویسندگان رو برای شما اینجا نمایش میده. تصاویر رو میاره نمایش میده که خب شما باید ساین بشین که بتونید تصاویر رو ببینید. رفرنس هایی که من استفاده کردم و میاره که خب شما به تبع وقتی میخواین مثلا این مقاله منو میخونین بعد میخواین از رفرنس هاش استفاده بکنید، خب میرین این گزینه که کلیک بکنید گوگل اسکولار اون مقاله رو میارید که مثلا 2 بار سایت خورده، شما میتونید ازش سایت بگیرید یا اینکه مقاله رو از اینجا بیارید و بخونید، یا اینکه مثلا شوین کانتکست رو میزنید. خب نگاه میکنید ببینید که من کجاها مثلا ازش استفاده کردم، چه جوری استفاده کردم، چه چیزهایی رو داره، خود اطلاعات این مقاله رو براتون نمایش میده. میایم اینجا مثلا من اینجا اومدم از اینجا استفاده کردم نوشتم مثلا رفرنس 2، بیایم پایین مثلا اینجا من نوشتم که در مقاله 19 یه دونه فریم ورک CBIR پیشنهاد شده اینجوری. پس به شما نشون میده که من کدوم لاین از این رفرنس استفاده کردم و خب این میتونه اطلاعات خوبی به شما بده موقعی که میخواین یک جمع‌بندی داشته باشید. این هم مقاله، مثلا اینجا یه مقاله هست، اینو میزنین و وارد خود صفحه مقاله میشید و میتونید مقاله رو بخونید که خب حالا شما باید اکسس داشته باشید، یا میتونید اکسس داشته باشید از طرف دانشگاه، یا اینکه مثلا خب حالا من باید وارد اکانت دانشگاه بشم احتمالاً، چون چند وقتی این کار نکردم. بله احتمالاً باید لاگین بشم. خب حالا خارج از اینجاست. یا اینکه میتونید از طریق تلگرام و فیلتر شکن دانلودش بکنید، و یا اینکه میتونید از سایت استفاده بکنید، یه سایت روسیه، و حالا اسم اون مقاله‌ای که میخواین رو بردارین. من خودم امتحان نکردم مقاله خودمو ببینم که میاره یا نه، چون بعضی سایت ها بعضی مقاله ها رو نداره توی دیتابیس خودش. حالا ببینیم که این مقاله رو میاره یا نه. DIO شو میخواد، چون اصولا با اسم مقاله هم امکان سرچ رو به ما میده. DIO شو بدیم ببینیم که آیا دوستمون داره به ما مقاله رو بده یا نه. بدو وای اینترنت یه بار دیگه کلن با جاش ایگنورمون میکنه. آها عذرخواهی میکنم. سرعت بالای اینترنت باعث میشه که این مقداری ما اینجا طولانی بشه. خب کلا دوستمون نداره، خب چیز نکرده هنوز، اینکلود نیست. بریم ببینیم یه مقاله دیگه، مثلا مقاله چی؟ بیایم این ور برگردیم عقب ببینیم از مقالات قدیمی ترش مثلا میشه چیزی در آورد. برگردیم ببینیم این سایت روسی آیا به ما سرویس میدهد یا خیر. نه. خب حالا خلاصه شما میتونید یه سری مقالاتی که این بنده خدا در بخش خودش داره رو اینجا سرچ بکنید و دانلود بکنید. یه سری رو نشون نمیده که حالا از شانس تعداد تا مقاله که ما سرچ کردیم و اینجا نداشت، ولی به هر حال شما میتونید یه سری مقالات رو
از اینجا دانلود بکنید، چون همونطور که دیدید نوشته بود که قراره با این سایت مرز بین مقاله ها از بین بره و دیگه هیچ بردری نباشه برای دسترسی به مقاله، هیچ مانعی وجود نداشته باشه. این هم از این. برگردیم به گوگل اسکولار. من اینا رو ببندم، اینم ببندیم. خب پس ما در گوگل اسکولار چی یاد گرفتیم؟ ما متوجه شدیم که میتونیم لایبرری خودمون رو داشته باشیم. ما متوجه شدیم که میتونیم ازش بخوایم یه سری ریکامندد آرتیکل ها رو برای ما اینجا قرار بده. ما میتونیم در کنار پروفایلمون یک کتابخونه داشته باشیم از علاقه‌مندی های خودمون. ما میتونیم اینجا یک هشدار رو فعال بکنیم که به ما هشدار بده این مقاله چاپ شده، این مقاله به اسم شما چاپ شده، یا مثلا از این مقاله شما یک مقاله استفاده کرده و سایت خورده مقاله شما، فلان نویسنده مقاله جدیدی نوشته، بریم مثلا مقاله جدیدش رو بخونید، در این زمینه مقاله‌ای وجود داشته. شما میتونید اساتیدتون رو پیدا بکنید، میتونید تنظیماتی انجام بدید که بتونید ارتباط خوبی داشته باشین با استاداتون، میتونید پروفایل خودتون رو با توجه به علاقه‌مندی هاتون مرتب بکنید و اطلاعاتی که دارید رو بنویسید. نیاز دارید حتما ایمیل تایید شده داشته باشید و میتونید اعتبار سنجی بکنید مقاله های اخیر رو پیدا بکنید. این مجموعه از استفاده هایی هست که شما میتونید از گوگل اسکولار داشته باشید. امیدوارم که از آموزش ما لذت برده باشید، کلی اطلاعات خوب به دست آورده باشید. من سعی کردم که اطلاعاتی که شما برای یک مقاله خوب در داخل کشور، بعد اگر میخواید مهاجرت بکنید، برای مهاجرتتون اطلاعات خوب رو در اختیارتون قرار بدم. براتون آرزوی موفقیت میکنم. منتظر نظرهای خوبتون هستم، چه در پیج سایت JRS چه در پیج اینستای خودم. موفق باشید. التماس دعا یا علی.